سلام، وقتتون بخیر باشه. من یگانم. به آموزش خیاطی من خوش اومدین. امروز میخوام یقه انگلیسی سرخود رو بهتون آموزش بدم که واقعا یقه عالی، ایستایی خوب و بریم که آموزش رو ببینیم. جا دکمه رو میکشیم 2.5 الی 3 سانت از بالا و پایین یه خط راستی رو اینجا من رسم میکنم. جا دکمه ما رسم شد. حالا ما میایم بازه یقمون رو مشخص میکنیم. مثلا بازه یقه من اینجا از خط سینه 5 سانت اومدم پایین، پس در واقع شد 22. بازه یقه من اینجا 22. من حالا مثال براتون زدم، باز شما خودتون به دلخواه میتونید بازه یقتون رو اندازه بگیرید. 1 سانت الی 1.5 سانت من از سرشانه داخل میشم. بازه یقه رو به سرشانه وصل میکنم. یه لقه بازه یقه اینجا ما میگیریم، نصفش میکنیم، یه 0.5 سانتی میاریم روی نوک سینه. ما اینجا یه دونه لقه میگیریم، پس 0.5 سانت لقه رو میبندیم. در امتداد از سرشانه به اندازه 7 سانت داخل میشیم. پس 7 سانت داخل میشیم. بازه یقه که اینجا کشیدیم، لقی رو که انجام دادیم، دوباره طراحیش میکنیم، به 3 قسمت تقسیم میکنیم. از گوشه سرشانه تا بازه یقه اینجا برای من 30 سانته. به 3 قسمت تقسیم کنم میشه هر قسمت هم 10. از اولین 1/3 رو من نیاز دارم. اینجا رو به پایین کاری ندارم به اون دوتا. اولین 1/3 گونیا میکنم، خطکش رو اینطوری میذارم، گونیا رو اینطوری میذارم. 10 سانت میام به طرف داخل. 10 سانت من میشه اینجا. پس اینجا قائم شد. من این 10 سانت رو به 7 سانتم وصل میکنم. دوباره این 10 سانت رو به بازه یقه که کشیدم وصل میکنم. حالا این 10 سانتی که اینجا کشیدم از نوک یقه 2.5 میام پایین، 2.5 میرم بالا، میشه اینجا. پس 2.5 پایین، 2.5 بالا رسم میکنم به اندازه 2 الی 3 سانت یا 4 سانت به دلخواهه. میام داخل. این دال یقمونو من اینجا هم دیگه وصلش میکنم، هم از پایین هم از بالا. شد این. حالا من میام با رنگ دیگه، من اینو میکشم، شما متوجه بشید. از طرف سرشانه این قرمز، خط قرمزی که کشیدم از اینجا، خب 2 سانت میرم بیرون. پس 2 سانت رفتم بیرون. دوباره این 2 سانت رو به بازه یقه وصلش میکنم. شد اینجا. حالا دوباره با قرمز میکشم، باز شما متوجه بشید. در امتداد خط قرمزی که اول کشیدم، در امتدادش دقت کنید، گفتم در امتدادش، نه راست نه منحنی، در امتداد این خطم 9 سانت میرم بیرون.
چرا 9 سانت رفتم؟ چون یقه پشت من 9 سانته. پس شما هم یقه پشتتون رو اندازه میگیرید. هر اندازه که شد در امتداد خطی که اول کشیدین میرین بیرون. حالا 9 بشه، 8 بشه، 10 بشه، هر اندازه که شد میرید بیرون. من اینجا رو به 3 قسمت تقسیم میکنم. خب دوباره گونی ها رو به این شکل میذارم. 8 الی 7 سانت پهنای یقه رو میرم بیرون. میام گونی ها میکنم دوباره به اندازه حدود 10 الی 12 سانت میام پایین. این 1/3 که اینجا گفتم به 3 قسمت تقسیم میکنیم، اینا رو به هم دیگه گونیا میکنیم به سمت بیرون. به 3 قسمت یقه رو تقسیم کردم. من علامت قیچی بذارم. اینا رو میخوایم برش بزنیم. عوضمان میدیم. عوضمان اینجا 0 میرسونیم. از این قسمت نیم الی 7 میل ما عوضمان میدیم. نیم الی 7 میل. عوضمانای ما بستگی داره به پهنای یقه پشت ما. پهنای یقه پشت ما من اینجا می نویسم. اگه پهنای یقمون رو 7 سانت دادیم، ما عوضمانمون رو نیم سانت میدیم. اگه پهنای یقمون رو 8 سانت دادیم، ما عوضمانمون رو 6 میل میدیم. اگه پهنای یقه ما 9 سانت شد، ما 7 میل میدیم. حالا من اینجا چون 8 سانت دادم، عدد من 8، پس من 6 میل عوضمانامون رو باز میکنم. به اینجا 0 میرسونم. خب حالا من چرا این 2 سانت رو رفتم بیرون با خط مشکی کشیدم؟ کار اصلیش همینجاست. ما میایم با دستمون روی این خط مشکی یه تا میزنیم و خط رو اینجا ایجاد میکنیم به این شکل. ما به کمک کاربن یا به کمک رولت این کار رو انجام میدیم. من حالا با رولت انجام میدم، شما ببینید. یقه‌ای که من طراحی کردم رو اینجا با رولت میکنم بیفته به سمت دیگه تا من طراحی یقه‌مو ادامه بدم. این خطم اینجا میکشم. من اینجا کاملا یقه رو میبینم رولت شده. اینجا ببینید اومد اینجا. خب دوباره من اینجا چرا من این 2 سانت رو دادم؟ به خاطر اینکه پایه یقه رو ایجاد کنم. پایه یقه همونه که روی گردنمون اذیت نشیم. وقتی این یقه رو که میدوزیم سنگینی نکنه روی گردنمون. بس ما پایه رو به خاطر سنگینی یقه اینجا میکشیم، رسم میکنیم تا گردنمون اذیت نشه. حالا میریم دوباره طراحی یقه رو انجام میدیم. اینجا یه خط راستی به ما میده. ما میایم اینجا خط
یقمون رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. 1/2 رو پیدا میکنیم، 1 سانتی میایم بیرون، اینو به صورت هلال، حالا اینجا میتونید با پیستوله هم انجام بدید به این شکل. حالا ببینم پیستوله من اون یکیش من 1 سانتی رفتم بیرون و یقم رو طراحی کردم به صورت هلال. اینجا باید یه شکستی ایجاد بشه که الان شد. حالا لاسکنه یقم رو میکشم، از این 2 سانتی که اینجا وارد شدم از خط قرمزم میام اینجا، دوباره من طراحی میکنم. حالا ما میتونیم اینو 2 سانتی هم بیرون بریم یا بالا بریم، باز طراحی یقه بستگی به خودتون داره. دوباره من اینجا رو آرایش میکنم اینطور. حالا من میام پشت یقه رو به صورت هلال طراحی میکنم. این شد یقه انگلیسی من. حالا تو مرحله بعدی میایم ما اینجا رو برش میزنیم. براتون اینا رو چسبوندم، به هر کدوم 6 میل عوضمان دادم چون پهنای یقه من 8 سانت بود. اینجا به اینجا 0 رسوندم. حالا یه دونه نکته داریم، دوباره اینجا رو ما میایم طراحی میکنیم. از قسمت پشت 1 سانت داخل میشم و 1 سانت خارج میشم. دوباره اینجا رو میام طراحی رو انجام میدم به صورت ملایم و از این لاسکنی که اومدیم دال یقمون رو طراحی کردیم یه علامت هم اینجا میذاریم که موقع دوختمون یادمون نره این خط رو به این خط وصل میکنیم، دوخت میزنیم. و من یک سانت هم اینجا میچینم براتون. این یقه انگلیسی قسمت پشتمون 2 تیکه شد، یه تیکش نه قسمت بعدیش. اگه از آموزش ما خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و کانال ما رو دنبال کنید. تا آموزش بعدی شما رو به خدای مهربون میسپارم.